باب، یه چیزی رو نمیفهمم. به بعضی ارزها میگن کوین، به بعضیا هم میگن توکن. فرقشون چیه؟ کوین به ارزهایی میگن که بلاکچین مخصوص خودشون رو دارن، مثل بیت کوین یا اتریوم. عجب. میتونی یکم واضح‌تر توضیح بدی؟ حتما. مثل کسی که صاحب یه خونه است و داره تو همون خونه هم زندگی میکنه. آها، گرفتم. خب توکن چی میشه؟ توکن ها روی یه بلاکچین دیگه ساخته میشن و خودشون شبکه مستقل ندارن و هر توکن روی بلاکچین یک کوین ساخته میشه. مثلا یه سری توکن ها روی بلاکچین اتریومن و یه سری‌ها روی بلاکچین سولانا قرار دارن. مثل مهمون بودن توی خونه یکی دیگه؟ آره، کوین صابخونه است، توکن مهمونه. مثلا دوج کوین یک کوین محسوب میشه چون شبکه خودشو داره، ولی شیبا توکنه چون روی بلاکچین اتریوم ساخته شده و هر توکنی یه قرارداد داره که نشون میده روی کدوم بلاکچین ثبت شده، مثل قرارداد اجاره خونه. چقدر جالب. این قرارداد همون قراردادهای هوشمند نیست؟ دقیقاً. همه توکن ها یه اسمارت کانترکت یا قرارداد هوشمند دارن. میتونی بهم بیشتر دربارشون توضیح بدی؟